بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، محمد هستم و توی این ویدیو قراره که آموزش نصب بهترین آیدی برای پایتون رو بگم. البته آیدی های زیادی وجود داره، اما من حالا تحقیقات خودم و نظر خودم رو بهتون میگم. آیدی به معنای Integrated Development Environment، به معنای محیط توسعه یک پارچه. آیدی حالا به زبان ساده‌تر محیطیه که ما تو اون میتونیم کد بزنیم. اما خب ما توی خود پایتون هم میتونیم کد بزنیم، خود برنامه پایتون میتونیم کد بزنیم، ولی آیدی این فرقش اینه که به ما ابزارهایی میده، ویژگی‌هایی میده که کد زدن رو برای ما راحت تر میکنه. آیدی های زیادی وجود داره مثل VS Code، ویژوال استودیو و پایچارم و غیره، که با توجه به تحقیقاتی که کردم پایچارم بهترین آیدی برای پایتونه. البته برای هر زبان یه آیدی خیلی خوبه. برای پایتون پایچار. اما چرا پایچار؟ چون کار باهاش راحته، هر عمل رو با رنگ متفاوت نشون میده که موقع کد زدن متوجه بشیم، گیج نشیم. دیباگرش خیلی دقیقه و ویژگی های دیگه‌ای که داره. حالا میریم سراغ آموزش نصب پایچار. خب اول میریم توی گوگل، پایچار که حالا من اینجا قبلش سرچ کردم، دانلود پایچار، همین گزینه اول رو میزنیم. اینجا برای ما گزینه دانلود پایچار ما میاره. رو همین اولی اینجا نوشته که فریه برای همیشه، ولی به مدت 1 ماه پروش فعاله، که بعد خودکار غیر فعال میشه و خودکار میره روی فری. همین گزینه رو میزنیم و دانلود میکنیم و اینجا ما منتظر میشیم که دانلود بشه. حدوداً 850 مگابایت. خب این فایل دانلود شد، روش کلیک میکنیم. خب این صفحه رو برای اونایی میاره که قبلا پایچارم رو داشتن، حالا میخوان الان یه ورژن جدیدترش رو نصب کنن. اینجا هم گزینه اول میزنین هم گزینه دوم. گزینه اول میگه که اون نسخه قبلی پاک بشه، یعنی 2 تا نسخه روی لپتاپتون نباشه. اینو میزنین. این گزینه پایینی هم میگه که اون تنظیمات و کدا و همه تنظیمات و کدایی که تو اون نسخه قبلی نوشتین پاک نشه، اونا سیو بمونه و فقط نسخه بالاترش جایگزین بشه. پس دوتاش رو تیک میزنین و نکست. خب گزینه بعدی میگه که لوکیشن پاچم کجا باشه، که حالا هر جایی که خودتون میخواین بدین. من حالا با همین لوکیشن که خودش گذاشته نکست رو میزنم. خب پنجره بعدی، گزینه اول میگه که یه شورتکات توی دسکتاپ بیاد که میزنیم. گزینه بعدی میگه که آپدیت پس، این میگه که توی CMD هم کد پایچارم اجرا بشه که در آینده به درد میخوره. این هم تیکشو میزنیم. و گزینه بعدی هم میگه که اگه یه دونه فولدر ساختین با کلیک راست کردن بتونین همون یه پروژه توی اون فولدر بسازین. اینم اجباری نیست، لازم نیست، ولی اگه خواستین میتونین اینم تیک بزنین. و گزینه بعدی هم که دات پای، این میگه اگه هر فایلی که آخرش دات پای داشت اونو خودکار با پایچارم باز کنه. اینم اگه فقط با پایچارم کار میکنین اینو بزنین، ولی اگه با آیدی های دیگه هم کار میکنین خب نیازی نیست اینو بزنین. خب پنجره بعدی هم میگه که توی منو با چه اسم سیو بشه. اینو هر چی که خودتون میخواین میتونین بهش بدین و اینستال رو میزنین. خب این اینستال شد. حالا ما ران پایچارم میزنیم که خودکار بره توش. خب این باز شد. البته من چون حالا قبلا اینجا کد زدم برای من خودکار اینا رو آورد
ولی اگه شما تازه پاچه رو نصب کرده باشین اینجا رو براتون نمیاره، یه صفحه دیگه میاره، اینجا این صفحه براتون میاره. اینجا باید اسم اون پروژهتون انتخاب کنین. مثلا من میزنم تست 1. اینجا هم این گزینه رو میزنین، این هم همین گزینه، این هم همین گزینه و بقیه دیگه لازم نیست دست بزنین. همینو کریتون میزنین. این هم میگه که توی همین پنجره باز بشه یا یه پنجره جدید. میگم تو همین پنجره. الان یه دونه پروژه جدید باز میشه. خب اینجا باز کرد، اینجا تست 1 پروژه رو باز کرد. اینجا هم اسم این جای کد زنتونه که حالا این یه دونه چیز پیش‌فرض داره، مهم نیست، باش میکنیم. ما کد خودمون رو میزنیم، مثلا الان پرینت. این الان چون یکم خودش اوورد پیش‌فرض میاره پرینت، حالا اون چیزی که ما خودمون میخوایم. هلو ورد که دیگه انقدر معروف خودش میاره خودکار. تمام میزنیم خودش میزنه و اجراش میکنیم و هلو ورد چاپ میشه. و البته اگه خواستین یه دونه، حالا مثلا این مین دات پای ما میخوام یه اسمی بر خودم انتخاب کنم، فایل رو میزنین اینجا نیو پایتون فایل، اون اسمی که خودمون میخوایم. مثلا یه تمرینی دارین انجام میدین، مثلا میخواین یه جا سیو بشه، میزنین تماری میزنین و اینجا حالا به اون اسمی که خودتون میخواین ساخته میشه. خب برین خودتون تست کنین و اگه سوالی داشتین حتما بپرسین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.